به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. امروز قسمت دوم داستان عشق نافرجام رو خواهیم داشت. اما قبل از اون اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً این کار رو انجام بدید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برام بنویسید. تهیه هر قسمت از داستان واقعا انرژی و زمان زیادی از من میگیره و حمایت شما به هم انگیزه میده تا با داستانهای بیشتر و خفنتری در خدمتتون باشم. خب در قسمت اول گفتیم که سودابه دختری 16 ساله است که عاشق پارسا برادر شوهر خواهرش شده. خانواده پارسا سطح اقتصادی و فرهنگی خیلی پایینتری از خانواده سودابه دارند و همین باعث شد که علیرغم عشق بی انتهای این دو جوان خانواده سودابه به ازدواج اونها راضی نشن و در واقع به یک خواستگار 40 ساله که ساکن آمریکاست و میتونه جای پدر سودابه باشه جواب تقریبا مثبتی بدن تا سودابه پارسا رو فراموش کنه. اونها نمیخوان سودابه هم مثل سیمین خواهرش عروس خانواده پارسا بشه. خب حالا بریم سراغ ادامه داستان از زبون خانومی که واسطه ازدواج سودابه و علی، یعنی همون مرد 40 ساله شده که داره سودابه رو نصیحت میکنه. سودابه جان، این پسر گولت زده. الان بهش وابسته شدی، ولی اگه ازدواج کنی بری راه دور کم کم فراموشش میکنی. این علی آقا خیلی پسر خوبیه، اینقدر بهت محبت میکنه تا عاشقش بشی. بهترین دانشگاه‌های آمریکا انتظاراتو میکشن. لگد به بختت نزن عزیز دلم. ساعتها این حرفا رو تکرار کرد و من فقط سکوت کرده بودم. یک روز کامل چیزی نخوردم و چیزی نگفتم. فردای اون روز سیمین اومد خونمون. اومد توی اتاق. تا دیدمش زدم زیر گریه. گفتم از پارسا چه خبر؟ گفت دیگه با منم حرف نمیزنه. فکر کنم دیگه نخوادت. با این حرفش دلم ریخت. اشکام شدت گرفت. گفتم مامان حرفای بدی بهش زد. احتمالاً واسه اون ناراحته وگرنه پارسا آدمی نیست که منو نخواد. من میدونم پارسا واقعا دوستم داره. اگه بهش جواب بدم واقعا همه تلاششو واسه خوشبختیم میکنه. جای کبودی های بدنمو به سیمین نشون دادم. هر دو گریه میکردیم. دستای سیمین رو گرفتم تو دستم و التماسش کردم کمکم کنه تا به پارسا برسم. اما سیمین گفت خواهر کوچولو، لگد به بختت نزن به خاطر پارسا. من اشتباه کردم که اصلا تو رو با پارسا آشنا کردم. نمیخوام عاقبتت مثل من بشه. اگر دلت با این مرد نیست عیب نداره. جواب رد بده بهش. ولی به خدا با پارسا خوشبخت نمیشی. همون جوری که من با پیمان خوشبخت نیستم. پیمان دسته به زن داره. بیکاره، بی پوله. خانوادش از خودش بدتر. عشق و عاشقی برای چند ماه اول خوبه. وقتی بری زیر یک سقف تازه میفهمی چه اشتباهی کردی. خواهر قشنگم، تو اشتباه منو تکرار نکن. پیمانم ادعای عاشقیش میشد، اما کو عشق؟ فقط تو قصه هاست. پارسا هم مطمئن باش تو رو نمیخواد. اگه دلش با تو بود لااقل تو این هفته یه بار سراغ تو از من میگرفت. اما نگرفت سودی. به عشق پارسا اعتماد نکن. پارسا داداش پیمانه. اون شب تا صبح به حرفای سیمین فکر کردم. از بین تمام حرفاش اینی که گفت پارسا دیگه نمیخوادت بدجوری اذیتم میکرد. تصمیم گرفتم تمام چیزایی که پارسا تو 5 سال دوستیمون برام خریده بود و پسش بدم و توی نامه ازش خداحافظی کنم. ببینم عکس العملش چیه؟ آیا پیغامی میده به سیمین یا بی تفاوت میگذره ازم؟ دلم میخواست اگر هنوز علاقه بهم داره یه کاری بکنه. وقتی سیمین میخواست بره تمام وسایل رو بهش دادم ببره. یه نامه خداحافظی خیلی تلخم نوشتم و توی نامه نوشتم تمام یادگاری ها رو خاطراتت رو پس میدم به جز دخترمون سوده، همون عروسکی که اولین عید بهم کادو داد. قول میدم مادر خوبی برای دخترمون باشم.
با آرزوی خوشبختی نامه رو تموم کردم. وسایل سیمین برد و باز هم خبری از پارسا نشد. سیمین به هم گفت پارسا وسایل رو ازم گرفته و برات آرزوی خوشبختی کرده. پارسا میگه حق با مادرته، من نمیتونم خوشبختت کنم. زن داداش به سودی بگو من مرد مناسب تو نیستم. فراموشم کنه. با تک تک کلمه هایی که از دهن سیمین بیرون می اومد می گفتم دروغ و زار می زدم. شما همتون دروغگو هستید. خودم میخوام باهاش حرف بزنم. سیمین گفت گل قشنگم چه حرفی؟ پارسا حتی جواب نامه تو رو نداده. تو 2 کلمه همه چی رو تموم کرده. پارسا مردی نیست که واسه به دست آوردنت تلاش کنه. از نظر اون همه چی تموم شده. چرا باور نمی کنی؟ مگه تا حالا از من دروغ شنیدی؟ اینجور که از ظاهر قضایا پیدا بود حق با سیمین بود. اون روز به حرفای سیمین اعتماد کردم و دیگه حرفی از پارسا نزدم، اما توی دلم آشوب بود. فردای اون روز مامان بی اهمیت به نظر من و اصرار بابا که میگفت عجله نکن، واسه سودی هنوز خیلی زوده که وارد زندگی مشترک بشه، جواب مثبت رو به خواستگارم داد و رو به پدرم گفت یه بارم که شانس در خونم رو زده در رو ببندم، همون سیمین بدبخت شد بس دیگه. سوده با نظر من ازدواج میکنه، ببین چقدر خوشبخت میشه. بچه‌ها که نمیتونن تو تصمیم به این مهمی نظر بدن، همش احساساتی عمل میکنن و یه عمری خودشون رو بدبخت میکنن. 3 اسفند ماه پدر و مادر آقای داماد با حلقه اومدن خونمون و گفتن آقای داماد رفته آمریکا و بعد از عید برمیگرده تا عقد کنین. حلقه رو مادرش دستم کرد و مثلا من نامزد علی آقا پسرشون شدم. با دلی زخم خورده انگشتر رو دستم کردم. هر بار که توی دستم میدیدمش بغضم میترکید و اشکام سرازیر میشد. علی 26 سال از من بزرگتر بود. قد بلند و درشت هیکل بود و چشماش سبز رنگ بود و پوست سفیدی داشت. مدام پارسا رو با علی مقایسه می کردم و عذاب می کشیدم. عید برام به بدترین شکل ممکن گذشت و بعد از عید سیمین برام خبر آورد که پارسا رفته سربازی و این باعث شد من کاملا از رسیدن به پارسا ناامید بشم. امتحانات نهایی سال 3 دبیرستان رو دادم و بعد از امتحانات علی از آمریکا اومد و 14 تیر من به عقد علی در اومدم. بعد از عقد یک شب خانواده‌ام علی و خانواده‌اش رو شام دعوت کردن و علی فردای اون روز رفت آمریکا تا کارای ویزا برای منو انجام بده. حدود 8 ماه طول کشید تا کارام درست بشه و سفارت بهم وقت بده. توی این مدت علی هفته 1-2 بار زنگ میزد و در حد 2-3 دقیقه با هم احوال پرسی میکردیم. هیچ صمیمیتی بینمون نبود. به هم ابراز علاقه نمی کردیم. حتی به هم نمی گفتیم به امید دیدار. بعد از 8 ماه سفارت آمریکا تو دبی به هم وقت دادن و من و مامان راهی دبی شدیم. اونجا یه سری آزمایش انجام دادم و روزی که تعیین کرده بودم برای مصاحبه رفتم. اون زمان سختگیری برای ویزای آمریکا مثل الان نبود و متاسفانه بعد از اولین مصاحبه سفیر برگر رو امضا کرد و گفت منتظر باش تا ویزات بیاد. برگشتیم ایران و من کم کم باید آماده می شدم برای رفتن. مامان 2 چمدون برام خرید و لباس هامو توی چمدون ها چیدم. مقداری هم آجیل و سبزی سرخ شده برام گرفتن و بعد از اومدن ویزا من تنها راهی سفر شدم. خانوادم که هیچ، حتی علی هم به خودش زحمت نداد بیاد عروسش رو همراهی کنه. سفری که کوچکترین ذوق و شوقی همراهش نبود. استرس و ترس از آینده منو همراهی میکرد. زمانی که توی هواپیما نشستم هنوز به پارسا و عشقمون فکر میکردم. به اینکه الان کجاست و چی کار میکنه. به اینکه آیا واقعا منو فراموش کرده یا نه. آره من ازدواج کرده بودم اما هنوز به پارسا فکر میکردم و خودخواهانه آرزو میکردم پارسا همه عمر مجرد بمونه و تا ابد منتظر من بمونه.
با یه دنیا غم و غصه دست به دست سرنوشت دادم و منتظر بودم تا ببینم تقدیر برام چی رقم زده. سفر طولانی و خسته کننده‌ای بود، اما من آرزو می کردم هیچ وقت به مقصد نرسم. اما سفر بالاخره تموم شد و با جسم و روح خسته به مقصد رسیدم. علی توی فرودگاه منتظرم بود. به سمتش رفتم، سلام کردم و دست دادیم. چمدون‌ها رو از من گرفت و به سمت ماشین رفتیم. بعد از طی کردن مسیری تقریباً طولانی به خونه رسیدیم. یه آپارتمان حدوداً 100 متری که کاملاً مشخص بود یه مرد تنها اونجا زندگی میکنه. علی گفت اینجا خونه منه. شاید دوستش نداشته باشی. من صبر کردم تا خودت بیای وسایل جدید و با سلیقه خودت برای خونه بخریم. الانم هر جا راحتی برو استراحت کن. 2 اتاق خواب انتهای سالن بود. اتاقی که تخت 1 نفره داشت رو انتخاب کردم. وارد اتاق شدم، در رو قفل کردم و با خیال راحت خوابیدم. اونقدر خسته بودم که هیچ فکر و خیالی نتونست جلوی استراحتم رو بگیره. چند ساعتی خوابیدم که صدای در رو شنیدم. علی صدام کرد تا برم شام بخورم. لباسم رو عوض کردم و تیشرت و شلوار راحتی پوشیدم و رفتم بیرون. علی چند نوع غذا از رستوران گرفته بود. غذا رو توی سکوت نسبی خوردیم و من ظرفا رو جمع کردم. تلویزیون روشن بود تا سکوت سنگین بین ما کمتر به چشم بیاد. علی وقتی سکوتم رو دید شب بخیر گفت و رفت توی اتاق خوابید. کمی خیالم راحت شده بود از اینکه علی تا خودم نخوام بهم نزدیک نمیشه. فردای اون روز با هم رفتیم بیرون، کمی خرید کردیم و غذا رو بیرون خوردیم. چند روزی گذشت و رابطه سرد بینمون همون جوری ادامه داشت تا بالاخره صبر علی سر اومد و یه شب ازم خواست برم توی اتاق اون بخوابم. من به شدت عصبانی شده بودم و با گریه گفتم من دوستت ندارم. من دلم جای دیگه است. من دلم رو تو ایران جا گذاشتم. این شد که از رابطم با پارسا برای علی تعریف کردم و علی صبورانه به حرفام گوش داد و گفت تقدیر برات اینجوری رقم خورده که بیای اینجا و با تقدیرت نباید بجنگی. خودتو با شرایط جدید وفق بده تا اذیت نشی. توی دلم صبوری علی رو تحسین کردم و از اینکه ازم رابطه زناشویی نمیخواست خوشحال بودم. خیلی عاقلانه رفتار میکرد. علی ازم خواست هر وقت خودم دوست داشتم برم تو اتاق اون بخوابم و اجباری واسه این کار نبود. توی مدت کم کارای تکمیل و ترجمه مدارک تحصیلیمو انجام داد و ازم خواست تعدادی کتاب بخرم برای شرکت توی آزمون ورودی دانشگاه. علی بعد از ساعت کاریش بهم زنگ میزد و میگفت حاضر باش وقتی اومدم میریم بیرون و هر شب تا دیر وقت بیرون بودیم و شهر رو بهم نشون میداد. پاساژهای معروف و خوب و هر چیز دیدنی دیگه‌ای که برام جلب توجه میکرد. در آخرم شام رو بیرون میخوردیم و میومدیم خونه. مدتی زندگیمون به همین منوال گذشت. محبت‌های علی باعث شد رابطه دوستانه و صمیمانه بینمون برقرار بشه و با رضایت خودم جای خوابم رو تغییر دادم و به اتاق علی رفتم و علی رو به عنوان همسرم پذیرفتم. زندگی مشترکمون از همون شب شروع شد. در کنار خانه‌داری درس می‌خوندم و سعی می‌کردم زبانم رو تقویت کنم. روزام به کلاس رفتن و درس خوندن می‌گذشت. همزمان با قبولی دانشگاه متوجه شدم باردارم و همین باعث شد از اون سال نتونم برم دانشگاه. علی با مدارک پزشکی من درخواست ویزا داد تا مامانم بتونه بیاد آمریکا پیشم. بارداری سختی داشتم. ویارم زیاد بود. اصلا به کارهای روزمرم نمی‌رسیدم. علی یک کلاب توی آمریکا داشت و بعد بارداریم شبها میرفت سر کار و روزها میومد و میخوابید. من اکثر روزها تنها بودم. دوران بارداریم با تمام سختی‌ها و مشکلاتی که داشتم تموم شد و دختر نازم امیلی به دنیا اومد. مادرم 1 ماه بعد از زایمانم کارش درست شد و اومد پیشم. برخلاف خواهرم که جهاز و سیسمونی خوبی از خانواده‌ام گرفت، من نه جهاز داشتم و نه سیسمونی، ولی واسم مهم نبود. از زندگیم رضایت نسبی داشتم.
مادرم وقتی اومد پیشم بهم گفت سیمین داره از همسرش جدا میشه. خیلی ناراحت شدم برای خواهرم، ولی از طرفی هم خوشحال بودم برای خودم. این مسئله باعث میشد راحت تر بتونم پارسا و گذشتم رو از زندگیم پاک کنم. دخترم امیلی تمام عشق من شده بود و تمام سعیمو میکردم بتونم مادر خوبی براش باشم. تا 6 ماهگی امیلی مادرم پیشم موند و کمکم میکرد تو کارهای خونه و نگهداری امیلی. زمانی که میخواست برگرده ایران تمام طلاهایی که کادو گرفته بودم و اونایی که علی برام توی این مدت خریده بود بهش دادم و ازش خواستم اینا رو ببره برام عوض کنه و یه سرویس جواهر و یک نیم ست ظریف باهاش برام بگیره. طلاهام که وزنش 340 گرم بود دادم بهش و رفت. وقتی رفت ایران تلفنی بهم گفت طلاها گم شده ولی به جاش برام طلا میگیره. اما یه مدت بعد بابام که اطلاع نداشت مامان بهم گفته طلاها گم شده گفت بابا برای طلاق سیمین نیاز به پول داشتیم و برای هزینه وکیل مجبور شدیم طلاهات رو بفروشیم، اما نگران نباش دخترم برات میخرم. چند وقت بعد هم خانوادم عکس‌هایی از مهمونی‌هاشون برام فرستادن و توی یکی از عکس‌ها دیدم که یکی از گوشواره‌هام تو گوش خواهرمه. ارزش مادی طلاها برام مهم نبود، اما از بیمهری خانوادم خیلی عذاب می‌کشیدم. دیگه دلم نمی‌خواست هیچ کدومشون رو ببینم، فقط ماهی 1-2 بار تلفنی باهاشون صحبت می‌کردم. امیلی 1 ساله بود که براش پرستار گرفتم و دانشگاه ثبت نام کردم و شروع کردم به درس خوندن. سرم گرم درس خوندن بود و علی از این فرصت سوء استفاده میکرد و چند شب یه بار میومد خونه و میگفت کارم سنگینه، من میمونم کلاب، تو هم به درسات برس. منم زیاد بهش گیر نمیدادم تا اینکه متوجه شدم ماشینشو فروخته. بهش اعتراض کردم که چرا این همه کار رو بدون مشورت انجام میده. گفت اوضاع کلاب خرابه، واسه این فروختم. گفتم یعنی انقدر بی پولی که به جای این که یه چیزی بخری حتی ماشینت هم میفروشی؟ جواب درستی بهم نداد. مدتی گذشت و اوضاع مالیمون روز به روز بدتر میشد. بعد از اعتراضهای شدید من علی اعتراف کرد که پول خیلی زیادی توی قمار باخته. اونجا بود که فهمیدم علی آقا قماربازه و شبهایی که خونه نمی اومد میرفته کازینو واسه قمار. انقدر باش دعوا کردم تا اظهار پشیمونی کرد. تصمیم گرفتیم ماشین منم بفروشیم و یه وام بگیریم تا پول علی که بدهکار بود و بدیم. علی هم قول داد که دیگه قمار نکنه. اما متاسفانه قمار بسیار اعتیادآوره. علی هم نتونست این کار رو ترک کنه. تمام زندگی علی شده بود قمار کردن. اصلا دیگه هیچ وقتی برای ما نمیذاشت. اصلا حوصله من و امیلی رو نداشت. اگه یه شب میبرد تو قمار باید بدهی‌هاش رو میداد و اگر میباخت که باز به بدهی‌هاش اضافه میشد و دوباره ضعف اعصاب و تنش تو خونه به وجود می آورد. هرچی باهاش صحبت میکردم که قمار نکنه، لااقل به خاطر دخترمون، اما هیچ اهمیتی به من نمیداد و به کارش ادامه میداد. دیگه زندگیم طوری شده بود که علی هیچ گونه توجه و محبتی بهم نداشت. توان جنسیش هم خیلی کم شده بود و هیچ تمایلی به همخوابی نداشت. تا اینکه بعد 1 سالگی امیلی علی از نظر جنسی از کار افتاده شد و دیگه من و علی حکم همخونه داشتیم. علی هر شب میرفت قمار و مست میکرد و در کنار اینا تریاک هم مصرف میکرد. یک شب وقتی حسابی مست بود اومد خونه و امیلی هم کوچیک بود و بهانه میگرفت و گریه میکرد. گریه های امیلی باعث شد علی عصبی بشه و امیلی رو بلند کرد و پرت کرد اون طرف اتاق. اونقدر حرکتش بیرحمانه بود که من فقط فحشش میدادم و نفرینش میکردم. به سمت دخترم رفتم و هر دو در آغوش هم گریه می کردیم و چند دقیقه بعد علی جوری خوابید که انگار نه انگار هیچ اتفاقی افتاده. از همون شب اتاقمو از علی جدا کردم و شبها کنار امیلی می خوابیدم. علی به هیچ عنوان به حرف من گوش نمی داد. بارها ازش خواهش کردم به خاطر امیلی دست از کاراش برداره، اما گوشش بدهکار نبود. امیلی کم کم داشت بزرگ می شد و مدام در مورد کارهای باباش ازم سوال می پرسید.
من تا حدودی بهش دروغ میگفتم و آرومش میکردم، اما خیلی چیزها رو میفهمید، مثل عادی نبودن حال پدرش، بوی مشروب و خیلی چیزای دیگه. همین باعث شده بود امیلی نسبت به بقیه همسن و سالاش اعتماد به نفس کمتری داشته باشه و به شدت استرسی باشه، طوری که گاهی شبها توی خواب جاشو خیس میکرد. تصمیم گرفتم زندگی خودم و دخترم رو نجات بدم. یه وام گرفتم و رفتم کلاس آرایشگری کوتاهی و شنیون مو. همه رو به صورت حرفه‌ای یاد گرفتم و بلافاصله مشغول به کار شدم. هم درس میخوندم، هم کار میکردم، هم خونه داری و هم بچه داری. درآمدم خیلی ناچیز بود، اما از هیچی بهتر بود. تو شرایطی که علی پول کمی به خونه می آورد و بیشتر پولاشو قمار میکرد، واقعا به این پول کم احتیاج داشتم. سال 87 پدرم فوت کرد. با اینکه ازش دور بودم و نمیدیدمش، اما خبر مرگش عجیب دلتنگم کرد. مدام خودم رو سرزنش میکردم که چرا قبل از مرگ نرفتم ببینمش. بعد از فوت پدرم تصمیم گرفتم بعد از 9 سال بیام ایران. توی مسیر ذوق و شوق عجیبی همراه با استرس داشتم. دلم برای وطنم تنگ شده بود. دوست داشتم برم سر خاک بابام و بهش بگم توی مدت چی به سرم اومده. بهش بگم دیدی انتخاب مامان منو خوشبخت نکرد، و هزاران حرف و درد و دل دیگه که توی دلم سنگینی میکرد. اما وقتی اومدم ایران، تو همون لحظه اول دیدن خانوادم حسابی حالمو خراب کرد. اوضاع زندگیشون افتضاح شده بود. کو اون خونه و زندگی و خانواده‌ای که مامان سرکوفتش رو به همه میداد؟ کو اون همه من کردنای مامانم؟ باورم نمیشد این همه تغییر در طی این چند سال اتفاق افتاده. وقتی من ازدواج کردم، خانوادم یه آپارتمان بزرگ سمت نارمک داشتن، اما اونو فروخته بودن و یه خونه 3 طبقه توی افسریه خریده بودن تا بعد از ازدواج برادرهام به هر کدوم یه واحد بدن برای سکونت. اما حالا جفت برادرهام درگیر اعتیاد بودن و خانومهاشونم در کشمکش طلاق. سیمین بعد از جدایی از پیمان با یه پیرمرد پولدار ازدواج کرده بود و همسر دوم اون پیرمرد شده بود. برادرامم چون خرج اعتیادشون سنگین بود، سیمین رو هم درگیر اعتیاد کرده بودن تا خرج اعتیاد همه رو بده. مادرم هم قصه بچه‌هاشو میخورد و هم قصه منو. من 1 ماه ایران بودم و توی این مدت فقط چند ساعت خواهر و برادرهامو دیدم. واقعا از اومدنم پشیمون شده بودم. کاش هیچ وقت توی این حال و روز نمیدیدمشون. سیمین به معنای واقعی نابود شده بود. لااقل توی زندگی با پیمان هر چی بود معتاد نبود، اما الان شده بود یک زن معتاد افسرده. قصه زندگی خودم کم بود، حالا باید قصه خواهر و برادرهام هم میخوردم. اینقدر از اومدن به ایران پشیمون بودم که آرزو میکردم زودتر این 1 ماه تموم بشه. مامان ازم خواست توی مدتی که ایران هستم برای انحصار وراثت بهش وکالت بدم و قبول کردم تا در زمان نبود من کارا رو انجام بدن و مادرم گفت که سهم ارث تو برات توی حسابی توی ایران میریزم. اما من با تجربه تلخی که به خاطر طلاهام از خانوادم داشتم کلاً روی حرفش خیلی حساب نکردم. فقط بهش وکالت دادم تا در نبود من کاراشون به مشکل نخوره. موقع برگشت مادرم به جبران طلاهایی که چند سال قبل ازم گرفته بود یه گردنبند برام خرید. این گردنبند 1/10 طلاهای خودم نبود، اما اونقدر خانوادم برام کاری نکرده بودن که وقتی یک کار هر چند کوچیک انجام میدادن با تمام وجودم خوشحال می شدم. بالاخره سفر 1 ماهه من تموم شد و برگشتم آمریکا. خواهر و برادرهام انقدر درگیر اعتیاد بودن که حتی برای خداحافظی با هم نیومدن. به جای اینکه حال روحیم عوض بشه و با انرژی بیشتری برگردم آمریکا، با دلی پر از غم و غصه برگشتم خونم. خب دوستان عزیزم، قسمت دوم داستان عشق نافرجام در همینجا به پایان میرسه و تا دیدار بعدی، خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان.